طبق نقشه تحریزی گردیده مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه وخش در همکاری با صاحبکاران و جوانان فعال ناحیه مسابقه دهه به دهه برگزار کرده شد که در آن 16 دسته از همه جماعت‌های شهرک و دهات دوام یک ماه میان هم سبقت نمودند. اقدام مذکور را یک گروه جوانان فعال اعضای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه راه اندازی نمودند که در آن نزدیکی 300 نفر شرکت ورزیده مهارت بلند فوتبال بازی نشان دادند. دستاندرکاران مقصد از برگزاری چهاربینی‌های ورزشی را در ترغیب و تشویق، عمومی‌گردانی و رشد ورزش بین جوانان و نورسان معنی داد کرده ابراز داشتند که توسط همین گونه مسابقه‌های دوستانه معین نمودن فوتبالبازان صاحب استعداد برای دسته منتخب ناحیه مساعدت می‌نماید. من بازیگر دسته جوانان وخش که در مسابقه فوتبال دهه به دهه که در بین 16 دسته از طرف یک گروه صاحبکاران ناحیه که تشکیل کرده شد برای پیشرفت فوتبال در ناحیه که ما امروز در این مسابقه صاحب جای اول گشتیم. میندهداری خود را با چنین صاحبکارانی که دقت جوانان را به همخلی با نمودهای ورزش گوناگون جلب می‌نمایند بسیارتر با ورزش مشغول می‌شوند. از تمام جوانان ناحیه میندهداری خود را با همین گروه صاحبکاران بیان می‌کنند. اشتراک فعال جوانان و نورسان در مسابقه مذکور گواهی از آن می‌داد که در ناحیه وخش طی سالهای اخیر محض با فراهم گردیدن شرایط‌های مساعد مشق و تمرین بخصوص بنیاد تالار و میدانچه‌های معاصر ورزشی جلب اهل جامعه را به ورزش زیاد نموده است. در این برابر پیوسته تشکیل نمودن مسابقه‌های کشاد ناحیوی از جمله فوتبال به آن باعث گردیده است که دوره به دوره تعداد دسته‌ها و مخلصان می‌افزاید. قابل ذکر است که در برگزاری مسابقه فوتبال میان دسته‌های دهه‌ها بهر در سطح بلند برگزار گردیدن چهاربینی‌های ورزشی و هوسمندگردانی بازیگران مسئولین جماعت‌های دهات و رئیسان محله‌ها نیز سهمگذاری نمودند. باید گفت که از طرف دستاندرکاران چهاربینی اعضایان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه برای جای یکم 5000 سومانی، جای دوم 3000 سومانی و برای جای سوم باشد 2000 سومانی معین گردیده بود. در فرجام بازیگران بهترین و دسته‌های غالب با تحفه‌های پولی و افتخارنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. طبق اطلاع به همین ترتیب مسئولین بخش کار با جوانان و ورزش در همکاری با این گروه جوانان فعال در آینده باز مقصد دارند که همین گونه مسابقه ورزشی را در بین دسته‌های فوتبال جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه وخش به راه مانند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه وخش برای برنامه اخبار.